أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون حصه دوم این سوره و یاده دعوا با علل دیگر. اونجا فرمود در ابتدای سوره یسألونک عن الانفال. انفال به معنی مالهای غنیمت. انفالش میگه این بر آن فضائلی که در جهاد است اضافه هست خدا میده و در گذشته این انفال را آتش میآمد و نابود میکرد. اکنون الله تعالی این انفال را در این موارد میفرماید که شما خرج کنید. مال سه اونه که با صلح و بدون جنگ به دست میاد. انفال و غنیمت اونه که با جنگ به دست میاد. سربازان اسلام نبرد میکنن، دشمن مغلوب میشه، به دست میاد. حالا این مال غنیمت و مال انفال الله تعالی دستور آنچه شما غنیمت به دست آوردید، انفال به دست آوردید، 1/5 به خدا و رسول و ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل تعلق. 4 قسمت دیگر مال مجاهدایی که در این نبرد شریک بودند، در این جبهه شرکت داشت. به فارس 2 سهم، به راجل 1 سهم، اسوار 2 سهم دارد، چون با خودش و با اسبش رفته توی میدان. و یکی پیاده بوده 1 سهمی دارد. تو الله سبحانه و تعالی می فرماید وعلمو، از اونجا که دیگه فرمود که در اختیار خدا و رسول هست. دلیل هم برای این مطلب که در اختیار خدا و رسول هست، چون یک اختلافی پیش آمد که این انفال را جوانها گفتن که مباشرت در میدان نبرد کرده بودن مال ما، و دیرها گفتن نه ما هم شریک شما این که پشت سر حامی شما بودیم، پشت جبهه ما بودیم. تو الله سبحانه و تعالی الان دستورش میدهد. تا اینجا فقط دلائل بیان کرد که انفال مال غنیمت در اختیار خدا و رسول هست. اکنون اون تقسیمش را میفرماید که وعلمو، یقینا بدانید که آنچه شما غنیمت به دست آوردید هر چیزی، تو فان لله خمسه، به خدا اختصاص دارد 5 آن، و به رسول اختصاص دارد، و به ذی القربا خویشاوندان رسول، و به یتیمها که پدراشون در جبهه و غیره شهید شدند و کشته شدند، و به مساکین و به ابن سبیل و مسافرین. 6 مصرف 1/5. بعضی میگن که نام خدا اینجا برای تبرک هست، تو بعضی میگن نه، یه خمس غنیمت یه قسمتش در کارهای عامه صرف بشه. مثلا پولی بزنن که عموم مردم از آن استفاده کنن، راهی بسازن که عموم مردم از آن استفاده کنن. در کارهای عامل منفعت این سهمی از این یه خمس، این خمس تقریبا به این موارد صرف میشه. در اختیار رسول هست که چقدر در کارهای عامل منفعت خرج کند، چقدر برای خود رسول برای خودش خرج کنه، چقدر به ذی القربا بده، چقدر به یتاما، چقدر به مساکین یا ابن سبیل. این به اختیار امیره. امیر هر اندازه مصلحت دید اینجا صرف کنه. 1/5. 4 قسمت دیگرش مال مجاهدین هست. اگر شما ایمان به الله دارید، اولین مقتضی، و ایمان به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان دارید، یعنی روزی که 2 جماعت با هم ملاقات شدن در میدان بدر، تو لحاظا باید به این تقسیم خدا کاملا راضی باشید. 1/5 در این موارد، و باقی دیگه مال مجاهدین. 4 قسمت دیگر بر مجاهدین هم تقسیم همینه، للفارس سهمان و للراجل سهمون. برای اینی که با اسب آمده توی میدان 2 سهم، برای اینکه پیاده آمده توی میدان 1 سهم. والله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر شیء قادره. لہذا الله تعالی شما را پیروز کرد
الله تعالی شما که خیلی کم بودید و مختصر بودید، از نظر تجهیزات نظامی هم ضعیف بودید، عده شما کم بود، الله تعالی بر هر شی قادره که شما را کمک کرد و بر یک جمع بسیار کثیر که 3 برابر شما بودن از نظر عده و از نظر عده و تجهیزات نظامی چند برابر شما بودن، چند برابر. اینجا فقط 6 تا شمشیر بود و باقی همه صحابه به دستون چوب و سنگ و این چیزها، با چوب و سنگ جنگ کردید. علت اول که این تقسیم را الله تعالی بیان کرد، باز هم علل بیان میکنه. اونجا فرمود یسألونک عن الانفال، 7 علت بیان کرد. قل الانفال لله و الرسول. اینجا که تقسیمش کرد و بعد در این موارد الله تعالی دیگه علل بیان میکند. علت اول، شما در موقعیتی قرار داشتید که باید شما را اینها نابود کنند. شما به مدینه نزدیک بودید، این کناره رودی که به مدینه نزدیک بود شما بودید و دشمن بالا سر شما بود و دشمن دیگر در قسمت پایین بود. ابو سفیان با آن همه قافله کنار دریا را گرفته بود و میرفت. صحابه به مدینه به یک رودخانه مسیر بزرگیه، به کنار رودخانه که به مدینه منوره نزدیک بود صحابه و پیغمبر قرار داشتند، آنها بالاتر بودن کنار دوری و رک پایین. در این موقع الله تعالی شما را حفاظت کرد و نگاه داشت. اون قافله اون طرف رفت، اینا به روبروی شما آمدن. یاد کنید هنگامی که شما قائنون بودید، ثابتون بودید بالعدوة دنیا، به اون کناره نزدیک مدینه و آنها به اون کناره دور از مدینه بودن و قافله ابو سفیان پایینتر از شما بود. اگر شما با هم یکدیگر وعده میکردید برای جنگ، از شما خلاف میشد در میعاد، یا آنها نمی آمدند یا شما نمی آمدید. بدون وعده و میعاد جنگ را من خدا آوردم و فراهم کردم. هیچ وعده جنگ شما نداشتید. از آن طرف من دشمنان خود را، ابو جهلها را آوردم، از این طرف شما را بردم و لحاظا جنگی در میان شما در گرفت. خارجه من شما را کمک کردن، پس الان غنیمت به اختیار منه. هم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم، اگر شما با یکدیگر عهد و وعده میکردید، لاختلفتم، حتما شما اختلاف میکردید در میاد. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، لیکن الله تعالی شما را جمع کرد لغیر میعاد تا که تکمیل کند، الله تعالی فیصله کند یک کاری را که انجام شدنی بود در علم خدا. و آن کار اینه که لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة، هلاک بشود هر کس که هلاک میشه. ان به معنای بعد از بینه و دلائل که بیان قیام حجت بر آنها 15 سال شده، 15 سال آنها تقیم شدن. اکنون اگر هر که هلاک میشه بعد از بینه هلاک میشه و هر که زنده میماند زنده بماند، اون هم بعد از بینه، یعنی در حیات ادامه بدهد، مومن بشه و زندگی سرمدی او را نصیب بشود. الله سمیع علیم هست که بعد از وضوع حق کدام مومن و کدام کافر هست. الله تعالی هم اقوال شما را میشنود و هم حال شما را میداند. این علت دوم، الله تعالی شما را بدون وعده و میعاد در میدان بدر جمع کرد، پس در اختیار خدا هست که انفال را تقسیم بکنه. علت دوم که انفال را الله تعالی تقسیم کرد، 1/5 به خدا و رسول و ذی القربا اختصاص یافت، 4 سهم دیگر به شما رسید. اختیار تقسیم از آن الله است و رسول. به این خاطر الله تعالی کفار را در خواب به پیغمبر علیه السلام خیلی کم نشان داد که در آخرت هم کم من هیچی نیستن. اگر الله تعالی به شما پیغمبر اون کفار را زیاد نشان میداد، شما سست میشدید، همت را از دست میدادید، با هم اختلاف میکردید در امر جهاد.
لیکن الله تعالی از این کانال که دشمن را در خواب به چشم شما خیلی کم نشان داد. الله تعالی از کم همتی و تنازع شما را حفاظت کرد. او علیم است به ذات صدور، اون رمز سینه ها را می داند. باز شما را به آنها هم اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینکم. به میدان بعد خدا دیگه قدرت نمایی کرد، کفارا به چشم مسلمان ها کم نشان داد و مؤمنین را به چشم آنها هم کم نشان داد. دو طرف فکر کردن که ما مسلمان ها فکر کردن که آنها کمن، آنها هم فکر کردن که مسلمان ها کمن، تعداد یک دیگر را که نمی دانستن. این یک دیگه قدرت نمایی الله تعالی در بدر کرد. یاد کنید هنگامی که نشان داد به شما پیغمبر کفار را، الله تعالی نشان داد به شما کفار را در خواب شما کم، به حسب عاقبت آنها کم بودن اگرچه در حال حاضر زیاد بودن. و اگر خدا به شما نشان میداد ای پیغمبر اون کفار را کثیر، البته شما سست میشدید، یعنی همت را از دست میدادید. ولتنازعتم فی الامر، شما با هم اختلاف میکردید ای مؤمنین در امر جهاد. اگر خدا به پیغمبر آنها را کثیر نشان میداد، شما مسلمان ها سست میشدید، همت را از دست میدادید و شما با هم و با پیغمبر در امر جهاد اختلاف میکردید. ولکن الله سلم، الله تعالی شما را سالم نگه داشت که نه همت از دست دادید و نه اختلاف کردید. چرا این کار را خدا کرد؟ که الله علیم به ذات صدور است، اسرار دلها را میداند. دلها همیشه قوی میشوند با اسباب، وقتی اسبابی انسان نداشته باشه دل از جا میره. الله تعالی علیم به ذات صدور است که انسان همیشه دست به اسباب میزنه. وقتی انسان اسبابی نداشته باشه ضعیفه، قوت مالی نداشته باشه، خصوصا در میدان های جنگ قوت دفاعیش ضعیف باشه، تیر و تفنگش کم باشه، خود به خود انسان سست میشه که پشنگای من سخت مالت باینه چطور بجنگ. و اگر کسی از نظر تجهیزات نظامی کامل باشد خود به خود قویه، ما میتوانیم تا چند روز با اینها بجنگیم. تو الله تعالی علیم به ذات صدور آنها را به چشم پیغمبر کم نشان داد تا شما سست نشید و با پیغمبر اختلافی یا با دیگر نزاعی نکنید. خدا شما را سالم نگه داشت از کم همتی و از تنازع اختلاف. و یاد کنید اون لحظه را که یریکموهم، شما را نشان داد به اون کفار، اذ التقیتم، هنگامی که شما با آنها ملاقات شدید در میدان بدر، فی اعینکم، شما را آنها را به شما نشان داد. ضمیر هم به طرف کفار، کم به طرف مؤمنین ہے. یاد کنید اون لحظه را که الله تعالی نشان داد آنها را به شما وقتی شما ملاقات کردید یک دیگر را در میدان بدر، در چشم شما آنها را به شما کم نشان داد او کم کرد شما را در چشم آنها. شما هم حقیقتا کم بودید در چشم آنها. چرا؟ آنها هم فکر کردن که مسلمان ها کمن، مسلمان ها هم فکر کردن که آنها کمن. مسلمان ها که حساب نکرده بودن که 1000 یا 900 است. چقدر قدرت نمایی کرد. آنها را به چشم شما قلیل نشان داد. یریکموهم، نشان داد آنها را به شما وقت ملاقات کردید قلیل و کم هم کرد شما را در چشم آنها. چرا این حکمت تقلیل طرفین را کم به یک دیگر نشان میده؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا خدای عزوجل تکمیل کند آن کاری را که در علم خدا انجام شدنی بود. کفار را بزنه، ستره اینها را بیارد پایی، سران اینها قتل بشن، اسیر بشن، جانی مالی نقصان به اینها برسه، شاید اینها از انانیت بیان پایی. و الی الله ترجع الامور، به طرف خدا ارجاع داده میشود. تمام امور فتح و شکست در اختیار خدا هست، در علم خدا هست. و الان
قانون جهاد را الله سبحانه و تعالی بیان می‌کند. قانون اول برای جهاد یا ایها الذین آمنو و آداب متعددی هم در این قانون بیان میشه. آداب 6 هست. قانون اول برای جهاد، آداب 6 هم در این قانون. یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئة فاثبتوا. ای مؤمنین وقتی شما ملاقات شدید با لشکری، با جماعتی از دشمن، اولین وظیفه شما فاثبتوا هست، ثابت قدم بمانید. دوم برای ثبات قلبی تو واذکروا الله کثیرا، در میدان یاد کنید خدا را به کثرت تا که شما رستگار بشوید در مقابل دشمن. او اصول سوم، آداب سوم، اول فاثبتوا، فرار نکنید، واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، ثابت ذکر کنید به کثرت تا که رستگار بشوید. سومین دستور در این قانون این اطیعوا الله و رسوله، اطاعت کنید الله و رسول را در تمام متعلقه حرب. شما را خدا و رسول هر دستوری دادن اطاعت کنید. پیغمبر گفت اینجا مقر شما همینجا ثابت بمانید، لحظه تخطی از فرمان خدا و رسول نکنید. چهارم ولا تنازعوا، با هم دیگر اختلاف نکنید، با پیغمبر اختلاف نکنید. وقتی پیغمبر شما را یا بر شما کسی را افسر جنگ مقرر می کند، شما اختلاف نکنید. ولا تنازعوا، با یک دیگر هم اختلاف نکنید. فتفشلوا، که اختلاف با یک دیگر یا با امام یا با فرمانده شما بزدل میشید. اگر اختلاف آمد در میدان نبرد دیگه بزدلی شما کم همت و بزدل میشید. و تذهب ریحکم، و اون روب شما باد شما هم میره. اگر نزاع کردید در میدان قتال، اختلاف کردید با یک دیگر و با امام و با فرمانده، شما سست میشید. و تذهب ریحکم، و بعد شما هم از بین میره. دشمن متوجه که اینها با هم متحد نیستن. لشکری که در برابر کسی بیاد با هم متحد نباشد دیگه تمام. و تذهب ریحکم. و پنجمین واصبروا، صبر کنید در هر امر ناگوار، در گرسنگی و تشنگی صبر داشته باشید. ان الله مع الصابرین، برای هر گویا دستور خدا یک علتی بیانه. تنازع نکنید که تو ثمرت بد مواجه میشید. فتفشلوا و تذهب ریحکم، صبر کنید در هر امر ناگوار، چرا که الله مع الصابرین است. میت خصوصی خدا با آنهایی است که صبر میکنه. و این ادب ششم هست که لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس، نباشید مثل آنهایی که خارج شدن از خانه‌هاشون، یعنی اهل مکه، بطرا کبرن بیرون آمدن، و رئاء الناس برای نشان دادن مردم که شان و شوکت اینها اهل مکه دارد، چنین شان و شوکت و قوای حربیه دارد. و یصدون عن سبیل الله، بند شدن و بند کردن علاوه بر فخر و ریا. این هم نیت آنها بود که مانع بشوند از راه خدا. والله بما یعملون محیط، الله تعالی به آنچه که اینها عمل کردن احاطه کننده. اینها اهل مکه بودن، وقتی بیرون آمدن حیث قالو، گفتن لا نرجع، ما بر نمیگردیم حتی نشرب الخمور، شراب بنوشیم، و ننحر الجزور، شترها را ضبط کنیم، و تضرب علینا القیان ببدر، و زنان خواننده بخوانند، یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم و یاران او را نابود میکنیم. آنجا جشن میگیریم و آنجا دیگه سرود و زنان خواننده بخوانند، شراب توزیع بشود و بخورند، و لحاظا شتر هم ضبط بشود و گوشت شتر هم تاخیر بخورند و باز برگردند.
که الله تعالی همه این اراده های آنها را تبدیل به ناکامی کرد. شما مثل آنها نباشید. خب حالا این علت چهارم تقسیم غنیمت هست. و اذ زین لهم الشیطان، قانون و علل با هم برابر ذکر میشه. قانون اول آداب ششگانه را بیان کرد. فاثبتوا واذكروا الله اطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ولا تكونوا كالذين. این آداب ششگانه را در این قانون جهاد الله سبحانه و تعالی بیان کرد. بعد هم الله تعالی علت تقسیم غنیمت را بیان میکنه. یاد کنید اون لحظه‌ای که زین لهم الشیطان و اعمالهم، مزین کرده بود برای ابو جهلها شیطان اعمال آنها را. شیطان به صورت سراقه رئیس کنانه در میدان بدر آمد. شیطان به صورت کنانه، به صورت رئیس سراقه رئیس کنانه. سراقه که رئیس قبیله کنانه از عرب‌های قبیله بزرگی به نام کنانه بود و رئیس آن قبیله سراقه بود. شیطان در بدر آمد و قال بعد از وسوسه بالمشافعه مستقیم، شیطان گفت لا غالب لکم، کسی بر شما غلبه نمیتونه بکنه. ابو جهل شما را اینقدر قوت و شوکت است که لا غالب لکم اليوم من الناس، از مردم بیرون یعنی مسلمان ها. و انی جار لکم، و من سراق رئیس کنانه مجیر و معین شما هستم. من پناهنده شما، من معین شما هستم. خلاصا دست شیطان که به صورت سردار کنانه بود، سراغه بود، این قدم میزد. یک دم دید فرشتگان را از آسمان دارن در صف صحابه ملحق میشه. این بی ایمان فرشته دیده در زندگی و با فرشته ها آشنایی دارد و دید دارد. دستش به دست ابو جهل بود. فلما تراءت الفئتان، وقتی دو لشکر با هم روبرو شدن، نکس علی عقبیه، این شیطان لعین برگشت بر پشت سرش. هر وقتی که نزول ملائکه را دید برگشت و قال دیگه صاف به ابو جهل اعلان کرد که انی بریء منکم، من از شما بیزارم. چرا بیزاری؟ تا بیچاره را آوردی. توی صف میگشت ابو جهل و شیطان هم به صورت سردار کنانه دستش به دست او بود و قدم میزد و صفها را منظم میکرد که گفت انی اخا انی بریء منکم. و نامرد حالا وقت فرار نیست. سبحان الله. گفت انی ارا ما لا ترون، من میبینم چیزهایی را که شما نمیبینید. فرشته ها با گرده های آهنی دارن میاند از آسمان. جلوی فرشته کتاب دارد. انی اخاف الله، من از خدا میترسم. که مبادا این میداند به ایمان که نمیمیره، بله میگفت اگر گرزی به من زدن دیگه تا مدت ها زخمش میماند. مرد که نبود، میدانست من تا قیامت زنده میمانم. پس انی اخاف الله، من از خدا میترسم که گرزی از گرزهای ملائکه به من نخورد. مسلمانی که من نمیتونه بزنه لیکن فرشته میزنه. فرشته کار شیطان رانی است. شیطان ها را طرد میکنند و میزنند. من میترسم. این بیچاره را، این سراقه را خیلی تانه زدن اهل مکه. نامرد روزگار تو درمه تان آمدی و فرار کرده. من که آمدم اصلا نامدم برمد. او بیمان شیطان لعنتی با کفار، با ملحدی، با کسان همکاره. این نیست شیطان فقط اون زمانه همکار بوده الان همکار نیست. نه، با هر باطل شیطان همکاره. خصوصا اینطوری سردمدارانی که در برابر پیغمبر بیاین، در برابر دین توحید بیاین،
پس اونجا شیطان میداند با چه کسی دشمنی کند. در میدان آمد. الله تعالی میگه فرشتگان من آمدن جهاد کردن، ولهذا غنیمتن باید سهم الله باشد، رسول باشد. مسئله بود که اولین معرکه است و الله سبحانه و تعالی دلائل میده که در غنیمت 1/5 مال غنیمت تعلق به خدا و رسول و ذی القربا و یتاما و مساکین دارد. چرا؟ علت اول بیان کرد، خدا شما را بدون میاد جمع کرد. این علت دومه، و فرشتگان خدا به مبارزه آمده. شیطان لعین که ابو جهل ها را تحریک میکرد و سبق میداد و نشانی میکرد که فلانی را حتما باید بکشید، ابو بکر باید کشته بشه، محمد باید کشته بشه، علی باید کشته بشه، ایمان از روب فرشته فرار کرد. والله شدید العقاب، الله تعالی سخت عذاب دهنده است. من از خدا میترسم و خدا شدید العقاب هست، سخت عذاب میده. این هم شاید احتمال داره که شیطان گفت انی اخاف الله والله شدید العقاب. خب این علت پنجم برای این که مال غنیمت 1/5 مال الله است. الله سبحانه و تعالی میگه که کفار صحابه را میگفتن که اینها فریب خوردگان دینه و خدا در قلب صحابه این قوت را پیدا کرد که آنها گفتن که این فریب نیست بلکه اعتماد بر خدا است و خدا معین و مددگار ما است. حيث خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهما انهم ينصرون بسببه اي بسبب الدين اذ يقول المنافقون. یاد کنید اون لحظه را صحابه که منافقان گفتن در مدینه، آنهایی که بیرون اصلا نآمدن، در بعد فقط مسلمان بودن و یک کافر و منافق همراه نبود. اونهایی که در مدینه بودن منافقون گفتن و آنهایی که در دل آنها مرض شک و کفر و شرک بود، یعنی هم منافقون که به زبان مسلمان کلمه اظهار میکردن و هم آنهایی که در دلشون مرض بود یعنی مرض کفر و شرک بود. چه گفتن؟ غر هؤلاء دینهم، فریب داده است این مسلمان ها را یعنی پیغمبر و صحابه را دین آنها. چطور فریب داده دین آنها؟ که بر سر دین و حق شدن او جان میدهند. حیث خرجو مع قلته، قتال میکنن با یک جمع کثیری. اونها توهم دارند، گمان دارند که نصرت میشوند به خاطر دین. اینها فریب خوردگان دینند. الله سبحانه و تعالی میگه نه، یعنی غرور نیست بلکه اعتماد بر خدا هست. جواب الهی. خلاصه جواب اینه که غرور نیست، فریب دین نیست بلکه اعتماد بر خدا هست. و من یتوکل علی الله، و هر شخصی که اعتماد بر خدا کند لحظا او غالب میماند. جزاش و من یتوکل علی الله فهو غالب. چرا؟ این علت اون جزای محذوف است که الله عزیز متوکل خود را غالب می کند. حکیمه، اگر اون شخصی که متوکل هست غالبش نکرد، و حکیم حکمتش تقاضا می کند. به هر حال اینجا فریب دین نیست بلکه اعتماد بر خدا هست و اون اعتماد بر خدا شما را پیروز کرد. لذا در تقسیم غنیمت شما حق چرا ندارید. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا، اگر شما می دیدید ای پیغمبر اون لحظات را که کفار را فرشتگان مرگ میدهند، موت میدن،
در حالی که اون فرشتگان میزنن چهره های کفار را و پشت آنها را با گرز و میگویند فرشتگان که بکشید عذاب جهنم را، عذاب سوزناک جهنم را، حریق عذابی که سوزندگی دارد. ذالک بما قدمت ایدیکم علت عذاب، به سبب اینه که تقدیم کردن دستهایشون. این عذاب از همین موقع مرگ کفار با بلاهای برزخی و قیامتی شروع میشه. اینها را ضربه میزنند. یضربون وجوههم و ادبارهم و میگویند که بکشید عذاب جهنم را. این عذاب جهنم به مقابل آن اعمال زشتیه که تقدیم کردن دستهایش بما قدمت ایدیکم. و بدانید که ان الله لیس بظلام للعبید، الله تعالی برای هیچ بنده‌ای و هیچ یکی از بندگانش ظلم نمی کند. یعنی این گرزها را که شما میخورید از هنگام مرگ و جهنم سوزناک عذابش برای شما آماده هست، این ظلم نیست، عین عدل است. که چرا که رب سبحانه و تعالی نسبت به بندگانش ظلم نمی کند، یعنی این مبالغه نیست که خیلی ظلم نمی کند کمی می کند، نه، اینجا خالی از مبالغه است. کذاب آل فرعون و الذین من قبلهم، این کذاب آل فرعون خبره، مبتداش محذوفه. شان و حال کفار مکه مثل شان و حال آل فرعون است. ببین آل فرعون با فرعون موسی کلیم را تعقیب کردن، نه؟ الله تعالی در دریای سرخ آنها را نابود کرد و مکه ها پیغمبر را تعقیب کردن. مکه کجا و بدر که با مدینه منوره وصله. حال این ابو جهل ها و کار اینها مثل حال و کار آل فرعون هست. آل فرعون موسی کلیم تعقیب کردن بنی اسرائیل را، لہذا اللہ تعالی آنها را نجات داد و فرعون را همه در دریا غرق کرد. پس حالهم و شانهم کشان و حال آل فرعون هست و آنهایی که قبل از آل فرعون بودن. خلاصه بیان اون داغ و حال و شان. کفروا به آیات الله، فرائن هم کفر به آیات الله کردن، کفر به رسالت موسی کردن. اهل مکه هم کفر به آیات الله کردن و کفر به رسول خدا کردن. فاخذهم الله بذنوبهم، همه این کافرها را الله تعالی به مقابل گناهشون گرفت کرد. چرا که الله قوی شدید العقاب. قاعده کلیه این ذالک، این عذاب به سبب این است که الله تعالی نیست که تغییر بدهد نعمتی را که اون نعمت را انعام کرده بر قومی. الله تعالی به هر قومی هر نعمتی داده، خدا اون نعمت را تغییر نمیده حتی که اون قوم خودش تغییر بدهند اون حالت را که به نفس آنهاست، یعنی با جنایت اون نعمت را از خود بگیرد. اون حالتی را و اون نعمتی را که به آنها هست اون تغییر بدن، یعنی ناشاکری اون نعمت را بکنن. و الله تعالی سمیع علیم است، تغییر قولی آنها را و تغییر فعلی آنها را می‌داند. وقتی انسان شکر یک نعمت را نکند الله تعالی خود او را مجازات می‌کند. باز تکرار کرد کذاب آل فرعون، حالت این اهل مکه مثل حالت آل فرعون است و حالت آنهایی که قبل بودند. خلاصه بیان حال اینها کذبوا به آیات ربهم. اونجا هم فرمود که کفروا به آیات الله، اینجا فرمود کذبوا به آیات ربهم فاهلکناهم بذنوبهم. پس ما هلاک کردی همه اینها را به مقابل گناهش، فرعون را و آنهایی که قبل از فرعون بودند. یعنی این مکذبین به آیات الله و مکذبین به آیات رب را ما هلاک کردیم، سنت ما و غرق کردیم آل فرعون را در دریا و کل کانوا ظالمین. همه اینها فرعون و آل فرعون
و آنهایی که قبل از فیران بودن و این اهل مکه همه ظالمین را ما نابود میکنیم. چه؟ حالهم و شانهم که حالهم و شان آل فرعون. ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها نزد خدا الذین کفروا هستند. حالا توی زمین زیاد می جنبنه، حشرات هم هستند، از خدمت شما دام و ددها و پرنده ها هم هستند. دواب اون چیز را ما یدب علی الارض، اون چیزی که روی زمین حرکت میکنن. بدترین حرکت کنندگان روی زمین الذین کفروا هستند. اینها را الله تعالی میزنه. حالا بسرای زدن اینها گاوختی این بوزها هم میمیرن، این گاوهای بیچاره هم تو طویله ها میمیرن. زلزله آمد که همه چیز میمیر. بدترین جنبنده ها عند الله الذین کفروا هستند. الذین کفروا هم الف لامش معهودیه، تمام کافران نه، اون کافرهایی که در نصیبشون ایمان استثناء. فهم لا یؤمنون، اون کافرهایی که ایمان نمیارن بدترین جنبنده. هر وقت آنها در علم الهی کافرن و ایمان نمیارن، بدترین جنبنده‌ای که روی زمین میگرده همین بوشه. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. کیا هستن کفار؟ میگه آنهایی هستن که ای پیغمبر شما با آنها عهد کردید، یهود و نصارا. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، و آنها نقض کردن عهد و پیمان خود را در هر نوبت. و هم لا یتقون، آنها از نقض عهد اجتناب نمی کنند. وقتی پیغمبر علیه السلام به مدینه منوره آمد با تمام بنو قریظه و بنو نذیر و بنو قینقاع که در مدینه و اطراف مدینه ساکن بودن، اوس و خزرج، آنهایی که ایمان آورده بودن خوب ایمان آورده، اونایی که ایمان نه آورده بودن با آنها پیغمبر نشست و معاهده کرد. ببینید ما در این شهر آمده ایم، ما مسلمانیم، شما اگر این اسلام را قبول میکنید و ما پیام خدایی برای شما داریم، اگر نمیکنید یک وظیفه اجتماعی من و شما است که حفاظت از این شهر وظیفه اجتماعی ما بر علیه شما توطئه نمیکنیم، تحریک نمیکنیم، شما هم بر علیه ما هیچ کس را توطئه و تحریک نکنید، کمک نکنید. در احد و در احزاب خیلی علنی دسیسه کردن اینها. این خاطر الله سبحانه و تعالی اینها را با اشد مجازات کرد. بنو نذیر را الله تعالی تبعید کرد، بنو قریظه را به قتل رسانید. این خاطر الله تعالی میگه اینهایی که شما با آنها عهد کرده اید، یهود بنو قریظه و بنو نذیر و بنو قینقاع، ثم ينقضون عهدهم، بعد این عهدهای خود را میشکنند در هر نوبتی که به آنها وقت بدر و خندق و غیره. و هم لا یتقون، اینها از عهدشکنی دست نمیکشند. حالا قانون برای اینها اینه، قانون جهاد برای نبی صلی الله علیه وسلم علانیه عهدشکنی. حالا این قانون دومه. قانون اول برای جنگ بیان کرد با 7 آداب که اذا لقیتم فاثبتوا. حالا این قانون دومه. پس اگر یافتید شما ای پیغمبر این عهدشکنان را در میدان نبرد، با شما عهد کردن که نیایند، اگر در میدان نبرد این معاهدین و عهدشکنان را یافتید، چنان ضربه بزنید به اینها که پشت سریها هم سبک بگیرند. شرد بهم من خلفهم، یعنی اینها را در میدان آنقدر ضربه بزنید قهری که به مقابله شما عهدشکنی کردند و آمدند که پشت سریهای اینها که نه آمدند هم درس عبرت بگیرند. اگر شما یافتید ای پیغمبر این عهدشکنان را در میدان حرب و جنگ، تو ضربه قهری بزنید که دفع کنید به ذریعه اینها آنهایی را که پشت سرند، یعنی خیلی ضربه قهری به اینها وارد تا که پشت سریها هم درس بگیرند که دیگه با محمد هر که خیانت کند چنان ضربه میگیرند. حضرت همیشه
خیلی جوش میکرد این آیه را میخوان مولانا غلام الله خان رحمه الله، گفت که وقتی با شما این بدعتی ها و این مشرکان رو میشن چنان بکوبید اینها را که پشت سری ها هم بدانند که بابا اینها جان دارند، زندگی دارند. شرد بهم، دور کن و دفع کن به سبب اینهایی که به میدان آمدن، آنها را که پشت سر اینها هست. یعنی آنچنان ضربه قهری بر اینها وارد کنید تا پشت سری ها هم دست عبرت بگیرند. شاید که با این ضربه اونا تذکر بگیرند، وبال نفس عهد را بدانند که چقدر سخته. اگر شما با کسی احساس کردید که میخواد عهد شکنی کند، شما هم اعلان کنید که ما با شما عهدی نداریم. اما تخافن من قوم خیانتا، اگر شما احساس کردید پیغمبر از قومی خیانت عهد شکنی را، تفنبذ الیهم علی سواء، القا کن عهد آنها را به طرف آنها که شما با شما دیگه عهدی ندارید، در حالی که شما و آنها برابر باشید. علی سواء انتم و هم سواء فی الاثم، شما و آنها باشید. علی سواء انتم و هم سواء فی الاثم ان الله لا يحب الخائنین. الله سبحانه و تعالی دوست ندارد خیانت کنندگان. شما دیدید که آنها عهد شکنی کردند، شما هم اعلان کنید که ما با شما دیگه عهدی و پیمانی نداری، شما و آنها برابر باشید. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، زجر، فکر نکنن کفار که از ما سبقت میگیرن و لحاظ آنها ما را عاجز میکنن. نه، انهم لا یعجزون، کفار ما را نمیتونن عاجز کنن و هر جایی هر زمانی بخوایم اینا را گردن میزنیم. این قانون سوم برای جهاد. ببینید، برای جهاد آمادگی کنید، بدون آمادگی که جهاد نمیشه. اعدوا لهم، آمادگی کنید برای کفار، آماده کنید برای کفار آن اسبابی را که شما استطاعت دارید. اون اسباب من قوت یا من رباط الخیل باشد. آمادگی کنید برای کفار، آماده کنید برای کفار اون چیزهایی را که شما استطاعت دارید. اون چیزها چیان؟ قوت و رباط خیل، در حالی که شما ارهاب میکنید با اینها دشمنان خدا را و دشمنان خود را، اینهایی که در حال حاضر دشمنند و دشمن خدا، و آنهایی را که غیر از این دشمنان بالفعلند، ایران و روم و منافقین را که شما در حال حاضر آنها را نمیدانید. الله تعالی میداند در آتی دشمن شما میشن. شما آمادگی برای تمام دشمنان کنید با قوت و با رباط خیل، اسب بستن بر سرادار. قوت چیه سرورانگان؟ پیغمبر اسلام قوت را تفسیر کردن که الرمی و تیره. قوتی که خدا شما را دستور آمادگی آن میدهد اون تیراندازیه. یعنی همیشه تمرین نظامی داشته باشید، تیراندازی کنید. چرا در آن زمان تیراندازی هم بود و شمشیر هم بود و خنجر هم بود. اول از فاصله تیراندازی میکردن، بعد دیگه تن به تن میجنگیدن با شمشیر و با نیزه. الله سبحانه و تعالی گفت شما آمادگی کنید و پیغمبر آماده کنید برای کفار آنچنان که در استطاعت شما هست از قوت، یعنی تیراندازی، تمرین نظامی و تیراندازی، تیر و تیرکمان آماده کنید برای دشمن. با تفسیر این پیغمبر انسان وقتی نگاه می کند که پیغمبر قوت را تفسیر با رمی کرد و تفسیر با سیف نکرد، تفسیر با نیزه نکرد، بلکه تفسیر با قوت کرد.
قوت را تفسیر با رمی کرد که در اصلی که ما قرار داریم دیگه کار جنگ شمشیر و نیزه نماند، فقط رمی. 3 مرتبه هم پیغمبر فرمود الرمیو 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 که الان هم 3 نوع رمی در دنیا کار میکنه. خود این تفسیر پیغمبر یک معجزه. حالا سلاح سبک و سنگین باز 2 نوع، ضد تان و ضد هواپیما، موشک و غیره. بر این آیه امروز گوش و بلل و شارون کاملا آمنه و ما مسلمان ها کاملا نیست. هر نوع سلاح آماده کردن و امروز اینقدر قدرت نمایی میکنن و مسلمان به جای آمادگی سلاح فقط ساختمان میکنه و سپره را پر نعمت میکنه و میخورن تا آخرین لحظه نفس. دیگه آمادگی هیچ چیزی نداره. واقعا اینها ظلم کردن که زماندار مسلمانان شدن و لحظه امکانات به اختیار آنها اینا بسیار ظلم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، در حالی که شما ارهاب کنید با این آمادگی دشمنان خدا را و دشمنان خود را و دیگرانی را که غیر از این دشمنان بالفعل ایران و روم و منافقین را که شما آنها را نمیدانید در حال حاضر که با شما دشمن است. الله آنها را میداند. برای تمام دشمنان آمادگی کنید. خب وقتی انسان این همه سرمایه را برای سلاح به کار میبرد، لحظه یک نوع گرسنگی و ناراحتی و فلانی میاد. الله تعالی میگه هر شما سلاح آماده کنید برای دشمنان سود شما دارید. آن که شما انفاق میکنید در راه خدا برای اسباب جهاد کاملا به شما عوض پرداخت میکند الله سبحانه و تعالی و یک ذره بر شما ظلم نمیشه. اون اسبی را که شما برای جهاد آماده میکنید، سرگین آن، ادرار آن، کاه و علف آن روی ترازوی اعمال شما وزن میشه. چقدر ارزش دارد. یعنی اون خدمتی که اصل جهادی را مجاهد میکند، سرگین و ادرار اون اسب، کاه و علوفه اون اسب، اینها اجرن و جزای اینها به شما کاملا پرداخت میشه. امروز اگر کسی تانکی، توپی، ماشین جنگی همش حسنات میشه. آنچه شما انفاق میکنید هر چیزی باشد در راه خدا کاملا به شما پرداخت کرده. یوفى الیکم، ثواب او به شما پرداخت کرده میشود و انتم لا تظلمون و شما یک ذره ظلم کرده نمیشه. هر وقت شما آمادگی جنگی کاملا کردی و دشمن برای جنگ آماده نیست، تسلیمه، انجنه للسلم، دشمن با شما نمی جنگه، تسلیم شده. اگر تسلیم شدن برای صلح، شما هم تسلیم باشید، میل کنید. ای پیغمبر اگر شما مصلحت خود را دیدید، اگر مصلحت دیدید شما هم برای آنها میل به صلح کنید. فجنا لها، پس شما هم برای اون دشمن میل به صلح کنید. با وجود مصلحت اگر اندیشه خیانت هم باشد، مصلحت است شما هم صلح کنید برای آنها، برای اون ملت های حربی. و اگر اینجا با وجود مصلحت اگر اندیشه خیانت باشد، و توکل علی الله، بر خدا اعتماد کن. چرا که انه هو السمیع العلیم، او سمیع العلیم است، فریاد شما را، صحبت های شما را میشنود
علیم، حال شما را میداند، شما را حتما سمیع العلیم نجات میده. لحظه اگر کسی آمادگی دارد شما پیشنهاد صلح و آشتی نباید بدید. اگر آنها تسلیم شدن شما هم تسلیم شید. و این یریدو ان یخدعوک، اگر آنها از این صلح در فکر فرصتن، اراده دارن که شما را فریب بدهند، تو فإن حسبک الله، پس برای امداد شما الله بس. هو الذی ایدک بنصره، الله اون ذاتی هست شما را تأیید کرد با نصرت غیبیش. و بالمؤمنین، و با مؤمنین را یار و یاور شما قرار داد. الله شما را تأیید کرد به نصری، مدد غیبی یعنی ملائکه. و بالمؤمنین، و با مؤمنین. و دیگر کیفیت نصرینه و الف بین قلوبهم، الفت انداخت الله تعالی بین قلوب اوس و خزرج که دو قبیله بزرگ مدینه منوره و با هم همیشه درگیرن. اینها به برکت اسلام آشتی شدن. خدا دل آنها را به هم کرد، تالیف کرد، جمع کرد دل آنها را، اوس و خزرج را. اگر شما انفاق میکردید ای پیغمبر، شما انفاق میکردید، شما تالیف نمیکردید بین دل آنها، لیکن خدا چون بر دل حاکمیت دارد دل آنها را جمع قرار نمی، قدرت شما نیست، نفی مختار کل. ولكن الله الف بین قلوبهم، الله تعالی دل آنها را جمع کرد، محبت و الفت در دل آنها داخل کرد. چرا؟ انه عزیز حکیم، او توانا هست، هرچی بخواهد میتواند بکند، حکیمه، در انجام دادن حکمت دارد، قدرت هم دارد. قانون چهارم برای پیغمبر علیه السلام، یا ایها النبی حسبک الله، نبی شما را خدا بس، شما را هم خدا بس است و آن کسانی را که شما را پیروی میکنن از مومنین. ببینی من اتبعک موصول باصله کجا است؟ بعضی ها این را عطف میکنن بر لفظ جلاله، پس معنی اینه که خدا شما را هم بسه و کسانی که شما را پیروی میکنن از مومنین اونها هم شما را کفایت میکنن که یاران شما باشند. و یک ذره معلوم میشه که با خدا شریک شدن. این خاطر بعضی میگن که عطف من اتبعک من المؤمنین بر کاف منصوب است که با حسبک الله، یعنی خدا شما را هم کفایت میکند و آن کسانی را که پیرو شما هستند آنها را هم خدا کفایت میکند. الله شما را بس است و آنها را هم بس. چرا که آنها که غیر خدا هستن خودشان محکوم به مرگن، فردا میمیرن. به این خاطر مفسرین محققین میگن عطف من اتبعک من المؤمنین بر ضمیر حسبک، خدا شما را هم کفایت میکند از شر دشمنان و پیروان شما را هم خدا کفایت میکند از شر دشمنان. و خدا این وعده را محقق کرد که صحابه مؤید من الله بود. قانون پنجم برای پیغمبر علیه السلام، ای پیغمبر شما حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنین را تحریک برای جنگ کنید. امروز دین را ما برعکس داریم تعبیر. حالا طوری باید نادانها تبلیغ میکنن که خب مردم برای عمل وادار کنید. اصلا مسئله چیزی دیگره. مؤمنین هم باید برای عمل تحریک میشن، هم برای جنگ باید تحریک میشن. حرض المؤمنین علی القتال، تحریض کن، تحریک کن، برانگیخته کنه پیغمبر مؤمنان را برای جنگ. همیشه در فکر جهاد و تیراندازی و مقابله باشه. این افسوس که امروز عرب ها
این قرآن را ول کردن. تعدادی هست که در دنیا اگر جهاد میکنن نمیرن، و آنهایی که سبق از عرب ها گرفتن، چیچینی ها، اینها دست از مبارزه نکشید. حرض المؤمنین علی القتال. باقی قلت و کثرت ملاک نیست. اگر باشند از شما 20 صابر تو یغلبوا 200 بر 200 غالب میشن. مجاهدین در افغانستان در برابر روس‌ها خیلی کم بودن، الله تعالی اونها را غلبه داد با شرایطی که اصبروا واذکروا فلان. همین مجاهدین بودن که از اطراف دنیا آمدن و اون کمونیست های خود افغانستان که خب از اول با اون نظام کمونیستی بودن، الان همین جمع کثیری با این کافر تازه نفس همکارن و اگر جهادی همون مجاهدان میکنن که خیلی کمه. الله تعالی میگه اگر شما 20 صابر باشن غالب بر 200 میشن، 1 به 10. و اگر از شما 100 باشن مجاهد تو بر 1000 غلبه میکنن از کفار. چرا؟ به خاطر اینکه کفار قومی احمق چیزی نمیدونن، او فقط اسباب ظاهری را نگاه میکنن، قدرت باطنی الله را و اون قدرت معنوی را نمیدانن، تفقه ندارن. او برای دنیا می جنگد و جایی که مرگ هست لحاظا فرار میکنن. یعنی افسوس که امروز مسلمان ها سلاحی در برابر سلاح کفار ندارن، لحاظا با هم با دست خالی می جنگن. در برابر نیروی هوایی کفار مسلمان هیچی ندارن. برای زدن B-52 مسلمان ها هیچ چیزی در دست ندارن. اون موشکی که B-52 ها را بزنه این کافرها در اختیار هیچ مسلمانی نیست. امریکا به هیچ کسی ضد B-52 را نداره که به اون ارتفاعی که اینها قرار میگیرن اینها را بزنن. این ضد تانک اینها، ضد نیروی هوایی اینها، برای همین جیت پایینی و که حالا از کار افتادن دوبارشون کرده اصلا به میدان مبارزه اون جتها را نمیارن، یا هلیکوپتری که مسافری ببرن اونم انگاگایی که شدید میکنن هدف هیچی ندارن. ورنه زمین انشاءالله که با مسلمان تاب نمیارن. آمریکا هم در اینجا که مسلمان های باقی جنگ میکردن در افغانستان نتونست از زمین بیاد، تا الان هم نمیتونه. ها همون منافقانی که با اینا همکارن دور بران هم میگردن، لحظا تکتوکی که از سر کار دارن. چرا اینها شما یک بدهی که قومی هست تفقه ندارن، مرگ را انتهای خود میدانن، لحاظا از مرگ خیلی میترسن. اکنون که شما ضعیفید یک به دو، الان خفف الله عنکم، الله تعالی سبک کرد از شما، 1 به 10 نجنگی و دانست که در ضعف هست. پس اگر از شما 100 صابر است، 100 مرد جنگی باشن صابر تو غالب میشن بر دشمن. 1 به 2 مسلمان کاملا میتونه بجنگه و غالب میشه. کافر 2 برابر، مسلمان 1 برابر. اگر از شما 1000 باشن غالب میشن بر 2000 حکم خدا. الله با صابرینه. جنگ کامیابیش با صبره. قدمن و قلبن آنهایی که صابرن الله با آنها. این قانون بعضی هم میگویند که اگر مسلمان 1 برابر و کافر 2 برابر از جهاد فرضه، اگر زیاد و کم جهاد نیست. مسلمان 10 و کافر 100 جنگ نیست.
البته بزرگان میگن این موقعیت مصلحته، مسلمان در هر حال باید بکنه. یعنی اون لحظه ای که مسلمان یک به دو باشن جنگ بر آنها لازمه، فرضه، حتما باید بجنگن و اگر کمن نجنگن. حالا که کفار آمده برای جنگ چی؟ کفار که آمده برای جنگ دیگه جنگ فرض، ولو هم که همه مسلمان ها بمیرن و همه مسلمان ها فنا بشن باید جنگی باید. زمانی که مسلمان کفار دو برابر و مسلمان یک برابر جهاد فرض میشه، برن بجنگن. حالا که کفار آمده برای جنگ یک به دو باید بجنگن یا تسلیم بشن. اصلا اسلام اجازه تسلیمی نداره، بجنگی تا تمام بشه یا دشمن مغلوب بشه. دشمن هجوم میکنه جهاد فرض عین میشه. الان هم جهاد دشمن هجوم کرده، هر چقدر مسلمان توان دارد باید بجنگی، فرار کنه و بجنگی، مقابله کنه. دیگر مسلمان سر پایین نگیره که بله ما کمی و نمیتونیم، تو آقای ما با شما نوکر کنیم، ما همونطوریم. نه، وقتی هجوم میکند لازمه که باید بجنگی. هجوم نکردن، شما زمانی برای آنها حرکت کنید که آنها تو برابر باشه شوید. خب در جنگ اسیران بد، درباره اسیران بد برنامه ریزی شد، مشوره شد، خلاصه رای بری شد که مال بگیریم و نار آزاد کنیم که کردن. الله تعالی آیه را نازل کرد: ما کان لنبی ان یکون له اسرا. مناسب نیست برای پیغمبر که اون پیغمبر اسیر داشته باشد که آنها را باقی بگذارد، بلکه یسخن فی الارض، خون آنها را بریزه توی زمین، حتی یسخن، حتی که خون آنها را بریزه پیغمبر در زمین. تریدون عرض دنیا، شما اراده داری سامان دنیا را پول بگیرید و بگذارید اینا را، حالا که الله تعالی اراده آخرت رو دارد. باید کفار در من. والله عزیز حکیم، الله تعالی عزیز، هر حکمی که بدهد برای هر کس بدهد الله عزیز حکیم، حکمتش تقاضا میکنه. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر با صحابه فدیه بگیریم و اینا رها کنیم. حضرت عمر و تعداد کمی حضرت عمر هم مشوره بودن که باید این کفار را گردن بزنیم. هر کسی از ما خویشاوندان خود را که اسیرن گردن بزنیم، من جمله حضرت عباس هم اسیر، هموی پیغمبر، داماد پیغمبر. الله سبحانه و تعالی مسئله ترغیب داد. وقتی این آیه نازل شد حضرت پیغمبر علیه السلام گریه کردن. حضرت ابوبکر، حضرت عمر آمد بگی که من علت گریه چیه، منم گریه میکنم یا حال گریه را به خود میدم. از تو علاخه الله تعالی رای عمر را تایید کرد و این آیات نازل شدند. البته الله تعالی میگه قبلا اجازه داده بود در سوره محمد که اما منن بعد و اما فداء. لہذا این آیه منسوخ بود با سوره محمد. آیه سوره محمد هم با آیه سوره براءت که فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. این خاطر الله تعالی میگه اگر مکتوب من الله سابق نمی بود تو میگرفت شما را ای مؤمنین در آن مالی که شما گرفتید، آن مال را میگرفت شما را در گرفتن آن مال عذاب عظیم.
اکنون که غنیمت گرفتید و فدیه گرفتید بخورید از آن که شما به غنیمت به دست آوردید در حالی که حلالا طیبه هستند، چرا که نیت شما صاف بود. شما گفتید ما این فدیه را میگیریم و برای آمادگی حرب این صرف میکنیم. این تمام فدیه برای جنگ بعدی آمادگی میکنید. نیت شما خوب بوده، بین خاطر بخورید الان استفاده کنید و اسباب حرب برای خود آماده کنید. شمشیری بخرید، خنجری درست کنید، از خدا بترسیدن که ان الله غفور رحیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى. خب این قانون هفتم به اسرا بگو اکنون که شما چیزی گرفته شده، اگر شما ایمان بیارید خدا به شما بهتر میدهد. به این اسیران بدر قل یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى. ای پیغمبر بگو به آنهایی که در قبضه شما هستند از اسیران، اگر خدا در قلب شما خیر را احساس کند، یعنی انابت ایمان را، تو خدا به شما میدهد بهتر از آنچه که شما گرفته شده است و میبخشد برای شما. و خدا بخشنده است و مهربانه، گناه و کفر را میبخشد و جنت هم داخل میکند. یعنی به اسرا ترغیب داد که ایمان بیارید. اگر در قلب شما خیر باشد خدا به شما از آنچه که از شما گرفته بهتر میده. در دفعه بعدی الله سبحانه و تعالی شما را عنایات میکند، به شما میدهد. و این یریدو، اگر این اسیران اراده خیانت شما را داشته باشند، نقض عهد را، تو فقط فلا تحزن، شما غم نکنید. چرا؟ فقط خان الله من اینا قبلا با خدا خیانت کردن، دین و ایمان را نپذیرفتند. از خدا شما را بر آنها قدرت داد، الان هم خدا شما را قدرت میده. والله علیم حکیم، الله تعالی میداند خائنین را، حکیم است. بشارت برای مهاجرین و انصار و احکاماتی برای آنها. ان الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، آنهایی که ایمان آوردن در مکه، که ایمان آوردن هم مرادف آتش بود، هجرت کردن و جهاد کردن با مال خود با جان خود در راه خدا. خب این مهاجرین. حالا طایفه دوم انصار، آنهایی که خانه ساختن، آب و جاه دادن مهاجرین را و نصرت کردن دین الله و مؤمنین را. اینها یعنی این مهاجرین و انصار، بعض آنها دوست بعض دیگر است، بعض آنها ولایت دارد بر بعض دیگر. آنهایی که ایمان آوردن، مؤمن غیر مهاجر، آنهایی که ایمان آوردن و هجرت نکردن و در مکه ماندن، ما لکم من ولایت من شیء، شما بر آنها هیچ ولایتی ندارید. از ولایت آنها هیچ چیزی برای شما نیست. حتی یهاجروا، یعنی شما بر آنها ولایت ندارید، شما بر آنها حکومت ندارید. ما لکم من ولایتهم من شیء، نیست برای شما هیچ چیزی از ولایت و حاکمیت آنها. شما بر آنها هیچ حاکمیتی نداری، هیچ ولایتی هم نداری تا اینکه هجرت کنند. ها اگر این مستضعفینند و طلب نصرت کردن از شما درباره دین که ما را بیاد از دست کفار نجات بدید، تو فعلیکم النصر، بر شما لازمه که آنها را به نصرت بدید. ها الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر این مؤمنین رفتن با قوم ملحقن که بین شما و آنها عهد و پیمان است، لذا شما به خاطر مؤمن عهد و پیمان کفار را نشکنید. پس بر شما نصرت آنها است مگر بر علیه قومی که بین شما آنها عهد صلح است و قرارداد صلح است. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی در شما عمل میکنید. اینا مقابله قانون میراث، آنهایی که کفر کردند، بعض آنها اولیاء بعض، کافر از کافر میراث میبرند. الا ان تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد کبیر،
الا تفعلوا، این شرطیه هست. لا تفعلوا، اگر شما انجام ندادید آن را، ضمیر هو کجا برمیاد؟ ما امرتکم بهی من تواصل المسلمین و تولی بعضهم بعضا، اگر شما مؤمنین را نصرت نکردید که از شما طلب نصرت کردن، شرایط نصرت هم موجود، معاهد با معاهد شما نرفت و ملاک نشدن، اگر شما این نصرت مؤمنین را نکردید تو تکن فتنه فی الارض، فتنه در زمین میشه و فساد بسیار بزرگی در زمین میشه. کفار غلبه میکنن و مؤمنین از ایمان میرن، خارج میشوند. واقعا خارج شدن از ایمان هم فساد است و هم فتنه بسیار بزرگ. لذا شما باید به نصرت مؤمنین بشتابید و مؤمنین را نصرت کنید. اگر شما این نصرت مؤمنین را انجام ندادید می شود فتنه در زمین و فساد بسیار بزرگ، کفار غلبه میکنند. بشارت آنهایی که ایمان آوردن وصف اول و هجرت کردن وصف دوم و جهاد کردن در راه خدا وصف سوم، و آنهایی که جا دادن مهاجرین را و نصرت کردن دین خدا را، اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنه بر حق. ما میبینیم مهاجرین در راس آنها خلفای اربعه، آنها ایمان در مکه آوردن که ایمان آوردن مترادف آتش بود، هجرت کردن به خاطر ایمان از مکه به مدینه و از مکه به حبشه، از حبشه به مدینه. حضرت عثمان 2 مرتبه هجرت کرد، یک هجرت از مکه به حبشه و یک هجرت از حبشه به مدینه منوره. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مغفرت است، رزق کریم و محضر. و آنهایی که ایمان آوردن من بعد و بعد از هجرت و هجرت کردن و جهاد کردن با شما در رتبه برابر نیستند، فاولئک منکم، بعض اینها هم از شما هستند. یعنی بعد از هجرت رسول ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن بعد از هجرت پیغمبر، من بعد و من بعد هجرت رسول شد. اینها هم از شما هستند، در صلح و جنگ از شما هستند، مؤمنند. البته در باب میراث اولوالارحام، رشته‌داران، بعض آنها اولاتر به بعض دیگر است در کتاب خدا. در میراث رشته‌داران حق تقدم را دارند، در دیگر نصرت و کمک مؤمنین همه ید واحد. ان الله بكل شيء علیم، الله تعالی نسبت به هر شی دانا است و آگاه است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.